گوش کنید بچه ها، هیچ کس بدون دستور من هیچ کاری انجام نمیده. تا موقعی که من چیزی نگفتم کسی کاری نکنه. سرباز، لوکیشن دقیق ترانه رو برام بفرست. الان براتون توی مانیتور ماشین بالا میارم. بدون هیچ سر صدایی بیا دنبالم. همینجا وایستا. روزگار همتون سیاه میکنن. آشغالای عوضی. ببینم تو اینو میشناسی؟ واسه آشناست.
چطور نگه رئیس؟ این از کجا آوردین؟ مثلا برای چی آوردین؟ نمیدونم بابا، دیوونه دنبالم میکرد. واسم آشناس. آره رئیس، واسم آشناس. بذار یادم اومد این دختره افسر ارشد پلیس تحقیقاته. آره خودشه. تازه فکر کنم عاشق مهرابم هست. آره یادم نبود خودشه این دختره. اوه، بازی داره جالب میشه. آخ. پس این یه جورایی معشوقه مهرابه. ببینیم این دختر خانوم چقدر مهرابو دوست داره. آها، اسمشو یادم اومد. ترانه است. ترانه، آره ترانه. داستان داره جالب میشه. به زودی مهراب میفهمی که ترانه جونش کجاست. اون موقع نقشه هایی واسش دارم که تو خوابشم نمیبینه. این بی وجودا رو نگاه، زورشون به ما نرسیده، رفتن یه دونه زن اسیر میکنه. به زودی نجاتت میدم ترانه، محکم باش، قوی باش، تحمل کن. میام نجاتت میدم. دیگه نمیشه این وضعیت لعنتی رو تحمل کرد. از اون ور مهراب، از این ورم این بیباک احمق مافیا. همشون میخوام ما رو گول بزنن، ولی خب کور خوندن. آره، دست دوستی به طرف مافیا دراز میکنیم، از پشت بهمون خنجر میزنن. خودمون این شهر لعنتی رو میگیریم، خودمون. از اونا چی کم داریم؟ همه شماها، همه سربازای من آماده بشید. همین امروز، همین الان شهر رو میگیریم تا دوباره یه درس عبرت خیلی خوب واسه اون مهراب احمق و اون بیباک بیخاصیت بشه. من با چند تا از بچه‌ها از جلو حمله میکنم، بقیه‌تون به چند تا گروه تقسیم بشید و به نقاط مختلف شهر بریم و یورش ببریم. امروز این شهر لعنتی رو میگیریم. وعده ما بعد گرفتن شهر پلیس لوس سانتوس. میبینمتون بچه‌ها. شروع کنیم. شروع کنیم.
لعنت بهش گیر افتادیم چیکار کنیم؟ اوه. سرباز لوکیشن ترانه رو تغییر دادن؟ بله قربان تغییر دادن. خیلی خوب لوکیشن رو برام بفرست. به همه افرادم بگو حاضر باشن و به نزدیکی اون لوکیشن برن. هیچ کس بدون دستور من هیچ کاری نمیکنه. اینو با همه گوشزد کن. از ارتش درخواست کمک کنید و اون سربازا رو همراه خودتون بیارید. به 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 ترانه خانوم، میبینم که به هوش اومدی. چیزیت هم نشده، خراشی بر نداشته بودی، بیهوش شده بودی. چرا از موقع که به هوش اومدی حرف میزنی؟ حرف بزن. من هیچ حرفی باهات ندارم، فقط میتونم بگم که با بد کسی در افتادی. از تو خوشم میاد. تو رو زنده نگه میدارم، بقیه‌تون رو میکشم. آره تو رو زنده نگه میدارم. تو خیلی جاها میتونی به من کمک کنی. حالا مشخص میشه که کی میبره کی میبازه، کی کشته میشه کی زنده میمونه. هی ترانه، نظرت چیه بیای با من باشی؟ خیلی بهتره. خیلی دیگه داری رو اعصابم میری آقای مافیا. خفه شو خواهشم.